سلام به همه شنونده های خوب پادکست سختکست. بعد از مدت ها با فصل دوم پادکست در خدمت شما هستیم. توی این فصل و از این فصل به بعد ما راجع به افراد سرشناس، راجع به فیلم ها، راجع به کتاب ها، راجع به هر موضوعی شروع به صحبت میکنیم. ساختار پادکست رو حفظ میکنیم و دیگه ساختار بصری توی چنل یوتیوبمون نیستش و به اون قالب پادکست میخوایم وفادار بمونیم و خیلی گفتم ولی به این شکل. حالا بریم به این که امروز قراره با هم کجا بریم. امروز قراره با هم بریم به شرق آسیا، جایی که یکی از منحصر به فردترین و تاثیرگذارترین کارگردانان قرن 21 فیلم‌هایی ساخته که ذهن میلیون‌ها تماشاگر رو تا مدت‌ها درگیر خودش کرده. تو این اپیزود می‌خوایم با هم به زندگی، آثار و دنیای خلاقانه پارک چان ووک بپردازیم و ببینیم که این فیلمساز به چه شکلی سینمای کره جنوبی رو وارد یک مرحله جدید کرده. پارک چان ووک متولد 23 آگوست 1963 در شهر سئول کره جنوبیه. اون توی یه خانواده مذهبی بزرگ شد و از همون دوران نوجوانی علاقه خاصی به فیلم و داستانگویی داشت. تحصیلاتش رو در رشته فلسفه در دانشگاه سوگانگ ادامه داد، جایی که بیشتر از کلاس درس سالن سینما بود که الهام بخش و پایه‌گذار آینده‌اش شد. پارک کارش رو به عنوان منتقد فیلم شروع کرد، ولی خیلی زود فهمید که تماشای فیلم براش کافی نیست. خودش باید بسازه، خودش باید تعریف کنه. اولین فیلم‌های پارک چندان موفق نبودن، اما تو سال 2000 با فیلم منطقه امنیتی مشترک بالاخره نگاه‌ها به سمتش چرخید. این فیلم به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ کره تو زمان خودش تبدیل شد. اما چیزی که پارک رو جهانی کرد سگانه‌ای بود به اسم سگانه انتقام. اول بریم سراغ همدردی با آقای انتقام. داستان مردیه که در پی انتقام از دنیاییه که اونو درک نکرده. بعد از اون شاهکاری به اسم اولد بوی یا پیرپسر، معانی مختلفی، همکلاسی قدیمی. اینو گفتم که اگه جایی اسم فارسی شده برگردان فارسیش رو دیدیم دوچار آشفتگی نشیم از این ترجمه. بگذاریم برگردیم به متن. شاهکاری به اسم اولد بوی که به طرز بیرحمانه‌ای هوش رو از سر تماشاگر میبره. این فیلم برنده جایزه بزرگ جشنواره کن شد و توسط تارانتینو هم مورد ستایش قرار گرفت. و در نهایت بانوی انتقام، جایی که پارک مفهومی کاملا متفاوت از انتقام زنانه رو به تصویر میکشه. اما پارک به سگانه بسنده نکرد. تو سال 2009 فیلم تشنگی یا آتش رو ساخت. یه فیلم خوناشامی فلسفی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن شد. تو سال 2016 فیلم ندیمه یا کنیز رو ارائه داد. فیلمی پر از فریب، قدرت و کشش که از رمان انگلیسی فینگر اسمیت الهام گرفته ولی با فرهنگ کره‌ای ترکیب شده. و آخرین شاهکارش تصمیم جدایی تو سال 2022
که جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن رو براش به ارمغان آورد. حالا سوال اینجاست، چه چیز پارک چان ووک رو خاص میکنه؟ فیلمای اون پر از خشونت، انتقام و رنج انسانی هستن، اما نه به خاطر شوک آفرینی. اون از خشونت برای کند و کاف تو مفاهیمی مثل عدالت، هویت، گناه، انتقام، نجات و چیزهایی از این قبیل استفاده میکنه. سبک تصویریش بی‌نظیره. ترکیب رنگ‌ها، قاب‌بندی وسواسگونه، حرکت نرم دوربین و تدوین‌هایی که ضرباهنگ احساس رو دقیق تنظیم می‌کنن و موسیقی مثل یک شخصیت پنهان توی دل فیلم‌هاش زندگی می‌کنه. پارک چان ووک فقط یک کارگردان نیست، یه موج سینماییه. تأثیرش فراتر از مرزهای کره است. نکته جالب اینه که آثارش هم در گیشه موفق بودن و هم در فستیوال ها، ترکیبی که کمتر کارگردانی بهش دست پیدا کرده. پارک چان ووک نشون داد که حتی در تاریکی مطلق انسان میشه با نور هنر حقیقت هایی رو دید. حقیقت هایی که گاهی تلخن، گاهی خشن، ولی همیشه واقعی. اگه تا حالا فیلمی از پارک ندیدین، حتما پیشنهاد میکنم اولد بوی یا ندیمه رو شروع کنید. اما حواستون باشه، بعدش دیگه هیچ چیز براتون مثل قبل نخواهد بود. شما شنونده پادکست سخت‌کست بودین. اگه از این اپیزود لذت بردین، لطفا ما رو دنبال کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارین تا بدونیم دوست دارین سراغ کدوم شخصیت یا موضوع یا کتاب یا هر چیزی که مد نظرتونه بریم. تا اپیزود بعدی رها باشید.